5 چیزی که نمی‌دانستید باعث سرطان می‌گردند. 1. مایکروفر. استفاده از ظروف پلاستیکی در مایکروفر می‌تواند باعث آزاد شدن مواد شیمیایی خطرناک شود که به غذا نفوذ کرده و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهند. 2. مصرف بیش از حد گوشت‌های فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس که حاوی نگهدارنده‌ها و مواد افزودنی هستند. 3. محصولات آرایشی و بهداشتی. برخی از محصولات آرایشی و بهداشتی حاوی ترکیبات شیمیایی هستند که ممکن است با افزایش خطر سرطان مرتبط باشند. 4. استرس طولانی مدت. استرس مزمن و تشویش بلند مدت که بر سیستم ایمنی بدن تأثیر می‌گذارد، ممکن است با افزایش خطر برخی از انواع سرطان مرتبط باشد. 5. شعاع ایکس‌ری. استفاده بیش از حد از تصویربرداری‌های پزشکی که از پرتوهای ایکس‌ری استفاده می‌کنند، مانند CT اسکن و ایکس‌ری می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد.